درود بینندگان عزیز، برنامه در صحبت ادیب است تقدیم شما از تلویزیون بهارستان و این لحظه ما صحبتی داریم با شاعر بچه ها استاد عبدالستار رحمان. درود با شما استاد. سلامت باشید. من سراول به مدیریت کتابخانه ملی، به کلی کارمندان کتابخانه، به خصوص به شعبه بچه ها و کلی کارمندان شبکه بهارستان اظهار مننداری می نمایم که چنین یک برنامه ها را سلسله نشان میدهند و به پیشکش بچه ها میگردند، پیشکش هم بیننده ها میگردند که این برای رونق یافتن سطح دانش بچه ها، سطح جهانبینی آنها، یعنی به آنها در راه خودشناسی بسیار یک اقدامی نیک است. سلامت باشید استاد. واقعا هم فکر میکنم که تمام آن نفرانی که در برنامه ما اشتراک دارند خوانندگان فعال هستند، کودکان و دوسترویکان کتابخوان و کتاب دوست هستند و اینچنین شاعر دوست هستند و امروز خیلی خوشحال هستند که با شما روبرو صحبت نموده ایستادند. سر اول میخواستم از شما بپرسم که ایجاد شعر به هر کس در سن و سال موافق پیدا می شود و شما می گفتید که نخستین شعری که ایجاد کرده اید در سن چند سالگی ایجاد کرده اید. از یک چیز است که این شاعری یک جوهری است، یک دردی هست که آن در بنیاد هر یک ایجادکار می آید. از مادر وقتی که به دنیا می آید این جوهر در بنیاد می آید و اون سایقل می تید. هر کس موافق طبع و ذوق خودش و بسیار که وقتی که حاضر شناس میشه به شرح حال ادیبان و دیگر و اساتید اما ادبیات گذشته‌مون هم اونها بسیارش میگن که از دوره کودکی همین چیز، همین خیلی یک چیزی معمول شده است که از دوره کودکی من به این چیز شوق داشتم، چون که همون در بنیادش همین جوهر همین ایجادکاری می آید و اون خواهی نخواهی چون چشمه که از یک جا جوش میزد میبراید همون چشمسان می جوشد در وجود تو و هر کس میتواند این رو در خودش باز میگم که چطور سایقل میتهد در آینده و ما هم از دوره کودکی به همین چیز همین جوهر در تینت ما بود، در بنیاد ما که بود ذوق داشتیم، در دیگه زندگی میکردیم، به طور خود شعر میگفتیم، خیلی پیشکش استادا میکردیم و گرچند که با راه دیگر رفتیم، یعنی معلم من تخصص من فن ریاضی است. بله. لیکن این جوهر که بود از بنیاد من بیرون نشد و اگر چند شعرهای اولی من در هم طورهای مثلا صنف 6 7 گفته بودم با طور خود شعر کنم گفتم، لیکن اصلا بیشتر و بهتر بعد که من دانشجو شدم و بعد همون محیط های ادبی نزدیک شدم در اون وقت با شعرهای شعر گفته دعوا کردن همون چی وقت پیدا شد. سلامت باشید استاد. واقعا هم من هنگامی که ترجمه حال شما رو مطالعه کردم حیران شدم، گفتم که استاد عبدالستار رحمان یک شاعر خوب هم هستند. چی سبب شد که استاد از خورده شما به ادبیات علاقه داشتید؟ یعنی دوستدار ادبیات بودید، دوستدار شعر و شاعری بودید، شما فاکولته فیلولوژی یعنی بلکه فاکولته ماتماتیک رو انتخاب کردید، یعنی در دانشگاه آموزگاری فاکولته ماتماتیک رو تحصیل نمودید. یک چیز رو باید یادآور شم که شعر و من فن ریاضی به همدیگر یک وابستگی سخت دارند، یک توأم به همدیگر در چه حالت؟ چون هر این فکری بسیار قوت طلب میکند از کس، یک ذهنی یک فهمیش و یک تفکری بلند طلب میکند، چون که شعر گفتن بغیر از اونی که با شعر بگیم باید ما فن شعر از خود کنیم، یعنی وزن است، قافیه است و وزن بخصوص عروض که بسیار از متماتیک کمی ندارد و من که در مکتب در زمین فن متماتیک و ادبیات خیلی علا میخوندم با توصیه استادانم که باید آینده یک ما در همین رشته متماتیک باید در همین مکتب ما از باید تنقیصی نکشیم، من آمدم به فاکولته متماتیک، لیکن از ادبیات دور نشدم، چون که ادبیات این حیات است. وقتی که این حیات است اون آدم باید هر قدر که ادبیات اگر می آموزد و ذوقش زیادتر میشد همون قدر یک
آدمیتش بلند می شود، آدمیتش وای می شود، وای می شود، تشکل می یابد. بنابراین من گرچند که به راه متماتیک رفتم، لیکن ادبیات باز میگم که این حیات است. من از این محیط بیرون نشدم. بله استاد، واقعا هم من بسیار میخواستم که سوالهای زیاد برای شما پیشنهاد کنم، ولی در این برنامه کودکان نورسان خیلی زیاد با شوق ما و شما رو گوش کرده ایستادن و فکر میکنم که آنها زیاد میخواهند که از دوره های کودکی شما شنوند که آیا شما هم کودکی خود را به مثل انا همین کودکان نورسان در کتابخانه گذراندید یا اینکه در دهه با دیگر کارها مشغول بودید؟ ما میدونیم که بچه‌های عزیز همه ما همین نمایش ها، من با غمخوری سرور دولت تشکیل کردن گذارنی آزمون ها هم بخصوص فروغ صوفی دانایی که اکثریت این بچهای چرا رو من نگاه میکنم میشناسم در فروغ علاقه غالبی همون آزمون هستند. همین بلند برسه سویه دانش است. دانش این چراغ عقل است. یا که خود استاد رودکی میگه که دانش در دل چراغی روشن است و از همه بعد برتنی تو جوشن است. بنابراین من اول در ستایش همین سردفتر ادبیات کلاسیکمون استاد رودکی یک چند مصرع شعر میخونم. یک شعر طولانی است لیکن چند مصرع انتخاباً میخونم. از دعای رودکی باشد بقای ملتم، از بهای رودکی باشد بهای ملتم. ملتم تا همچو ملت جاویدان ماند بجا، داد ایزید رودکی را از برای ملتم. ابتدای اعتبار ملتم بس که از اوست، رودکی از ابتدا باشد دهای ملتم. در میان 100,000 ملت از رودکی، شد مقرر مسند و عنوان و جای ملتم. اختر را بس بلند و پرجلا از رودکی، کس ندیده تا کنون اندر سمای ملتم. یک سر دعوای بالایی نکرد از رودکی، تا کنون در شاعری اندر سرای ملتم. با بس شکرانه ها از آن که او را رودکی است، روز و شب بالا بود دستی دعای ملتم. ما شکرانه میکنیم، ما دست دعا میکنیم، ما یک ملت خوشبختیم که رودکی داشتیم. چون که به تعبیر محمد اقبال لاهوری میگه که ملت هر جسم است شاعر چشم اوست، جسم را از چشم بینا آب و روست. یعنی ما بینید از اول همین خیلی چشمای روشنبین و جهانبین داشتیم چون رودکی. بنابراین ما ملت خوشبختیم. بله واقعا هم استاد عزیز، پیشوای معظم ملت خیلی اقدام نجیب برای ماندن و تجلیل نمودن بزرگداشت استاد ابوعبدالله رودکی که ما همه ساله 22 سپتامبر در سراسر کشور خوانندگان کتاب دوست و کتابخوان با یک شکوه و شهامت خاص تجلیل می نمایند. واقعا هم اقدام شایسته است که این ارجگذاری به روح و روان همین شاعر بزرگ ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک است. و باز برمیگردیم به همان سوالی که ما چند لحظه پیش برای شما پیشنهاد کرده بودیم و فکر میکنم که انا همین دوست رویکانی که رو برای ما نشستن بسیار میخواهند که از حیات، فعالیت، ایجادیات و تمام زندگی شما باخبر باشند. یک چیز رو باید بگم که حیات و فعالیت همین هر یک ایجادکار و همین یک چیز عادی است. باید وابسته به همون محیطی که در اونجا کلان میشه به دنیا میاد و تربیت میگیرد همون در وابسته است. ما هم یک فرزند یک دهه بودیم، یک دهه کوهستان. در اونجا در یک عائله یک شخص یک برزگران دهقان به دنیا آمدیم. پدر و مادر ما و فقط به همین دوست و کلند کار میکردن. قشلاق‌های کوهستان همین خیلی بود و آنها ما را در یک عائله 6 نفر فرزند، 6 تا پسر. بله ما خواهر نداشتیم. 6 تا پسر را در هم یک محیط با همون زحمت دهقانی خشان با همون دوست و کلند و یکی به دست میاره رزقی که به دست میوردن ما را کلان کردن، خواندن. در همون دهه کوهستان از همین 6 برادری که ما به کمال رسیدیم، یک بار اول در همون دهه 4 نفر خوانده صاحب معلومات عالی شدند. یک نفر
وقت تکنیکومی گفتن تمام کردن، یک نفر دیگر راننده، دیگر 4 نفر صاحب کسب‌های خود شدند و خوشبختانه به منصب‌های کلان نایل شدن برادرای ما. به رئیس کلخاز و به رئیس جمعیت مطلوبات یعنی سودا و همین چیزا، یک تاش دانشگاه سمرقند تمام کرد و یک تاش دانشگاه اگرری تمام کرد و ما وقت یک برادر دیگه با دانشگاه آموزگاری تمام کردیم و همه صاحب کار خوب شدیم. خیلی پدر و مادر ما، پدر موفق بود دیگر جا وقتی که مهاجر شدیم به سال نزدیک آمدیم، پدرمان در سن 87 سالگی و مادرمان در سن 93 سالگیش ترک دنیا کردند و همه ما حاضر خودمان شکرانه هم 6 برادر، پدر نه ولی باباش دیگه نام خشماوری نویرهای بسیار داریم. من همین شما را من بسیار برابر هم نویرها هم دوست می‌دارم. من برای من بینید برای همین شما، برای همین ادبیات بیشتر به شما ایجاد میکردم. مقصدم همین است که من به احترامم اعتقادم به شما بسیار است. سلامت باشید استاد ارجمند. اکنون بینندگان عزیز این لحظه ما فرصت را به کودکان نورسان میدیم تا اینکه سوالهایی که در دل دارند و میخواهند که جوابش را از زبان خود استاد شنوند. خب مرحمت سوالها باشد و استاد پیشنهاد کنید. اولین شعر شما در کدام نشریه به تب رسیده است؟ خواهرجان عزیز، وقتی که ما هم سن و سالهای شما بودیم، در سن و سالهای شما بودیم، ما یک تا روزنامه و یک تا مجله فقط در خدمت همین بچه ها بود. یعنی پیونیر تاجیکستان میگفتن حاضر هم نشریه با نام انباز فعالیت دارد و مجله مشعل میگفتن و مجله رنگه بود، حاضر استقبال است و این دو مجله پورا در خدمت ما بچه ها بودند. یعنی آن چیزی که ادیبان برای بچه ها ایجاد میکردند همون به واسطه همین روزنامه اول به خواننده ها میرساندند. ما هم به واسطه همین روزنامه انباز اولین نوشته های خودمان روی چاپ آوردیم. بسیار خرسند میشدیم وقتی که وقت این چیزا بسیار یک و شکوه دیگر داشت. در روزنامه انباز وقتی که همین شعر اولین چاپ میشد، همون روزنامه را از دکان ها آمده بسیار یک بسته کلان میگرفتیم و همون نزدیکامون تقسیم میکردیم، گویا که به یک بازیافت کلان صاحب شدیم. این بسیار عجایب بود. یعنی در واسطه روزنامه انباز و مجله مشعل. خب مرحمت سوال دیگر. استاد، در دوران مکتب خوانیتان شما بیشتر به کدام فنها میل و رغبت داشتید؟ اگر میخواهی که موفق شوید در این، مثلا یک متفکر گفته است که علم همان وقت به قله کمالات میرسد که از متمتیک استفاده کردن به وی میسر گردد. یعنی قله کمالات علم یعنی متمتیک. این پیشروی‌های دنیا همش اساسش این فن متمتیک است و دیگر فنها به این بود دیگر فنها نمیشد. ما اگر زبان ندانیم، ما اگر ادبیات نمیدونیم، ما هیچ وقت یک طرفه یک پرنده یک بالقی پرواز کرده نمیتواند. برای همین وقتی که در مکتب میخواهی اگر تو علاقه‌خوان باشی، باید همین فنا را قریب برای آموختنش کوشش کنی. من بیشتر فن مثلا متمتیک ذوق داشتم که ادبیات و زبان ادبیات با از وی پس نمیموندم. برابر این شعر ازاد میکردم، برابر این از کتاب‌های بدیعی میخوندم یا خیمیا رو. من اگر شهادتنامه باشد من این وی نیست میبینم از خیمیا هم 5 دارم. یعنی من داشتم که فن خیمیا هم بسیار خوب وی میکردم. این چون که فن‌های دقیقاً برای همین من همه فن‌ها در قریب ذوق داشتم. فقط شرایط مکتبم در کوهستان بود، معلم نمیرسید. وقت معلمای همین کوهستان میبردن، از معلم‌ها را از یک میبردن، یک سال از یک 2 سال کار میکردن. لیکن با وجود همون خودآموزی میکردیم. اگر میخواهید آینده باز میگم که موفق شید، باید همین چیزا را همه فن‌ها را آموختنش را کوشش کنید. خیلی اگر فهمیش متمتیکتان کمی میکنند، لیکن کوشش کنید که از همین فن به نصیب نمونید. خب مرحمت. کمی درباره دانشجویی خود معلومات بدهید. سلامت باشه. وقت دانشجویی همی که من وقتی مکتب میانه را ختم کردم، باز میگم که با خواهش سروری هم مکتب دیرکتور مکتبمون بسیار التماس کرد که شما متمتیک ممکن آینده متمتیک خوب میشید، التماس
همین به دانشگاه آموزگاری به فاکولته متماتیک روید. من خیلی آمدم در حقیقت اون وقت بسیار مشکل بود داخل شدن، بسیار مشکل بود. 4 تا امتحان مسپردیم. خیلی وای بود. همون دانشگاه متماتیکی که بود داخل شدم و دانشجوی ما بسیار خوب گذشت. خوب گذشتنش همین است که اولین چیزی که من از وای کردم خرسند شدم از دانشجویم، این یار و دوستانی بسیار پیدا کردم. شناسای بسیاری که از بدخشان و زرافشان و از ختلان و از همین جا آمده ما اونجا یک عائله دیگر پیدا بکنیم. اونجا یا علاقه ما یک کسی دیگر میشیم. بسیار خوش گذشت. ما 5 سال با همون رفیق خودمون خواندیم، اکا و دودر یک برادر تا حاضر ما با هم دیگرمون همون برادریمون از بین نرفته است. خب اکنون ما فرصت را به خوانندگانی که در این طرف هستند و این گروه میدهیم تا سوالهای خود را پیشنهاد کنند. در ایام کودکیتان بار شده است که شما را والدینتان سخت تنبیه کنند؟ سلامت باشه خواهر جان. این یک چیز است، یک چیز. تنبیه دادن پدر و مادر این معنای اون ندارد که تو را با یگان غرض با یگان و دیگر و تنبیه پدر و مادر این یک چیزی که تو را با همین یک قالب تربیت در آوردن است. پدر و مادر سختگیری پدر و مادر حتمی است. بله. اگر که میخواهید شما دانسته گیرید که اگر تا پدر و مادر همین توجهشون به ما و شما زیاد نباشد، خواهید نخواهید ما با یک کمبودی میدونیم. یک علتی نادرست به ما یار میشود. ما دیگر از ما یا که به یک کسی نادرست ما رفیق میشیم. و برای همین تنبیه میدادن پدر و مادر. تنبیه وقتی میدادن که اگر ما کمبودی میکردیم، اگر ما روی خطا میرفتیم، با کسی نادرست با بچه نادرست اگر رفیق میشدیم، حتما ما را تنبیه میدادن که از این روی خطا گردید، آیندهتون خطر دارد. تشکر استاد. خب مرحبا. میگویند کسی به استاد چیزی نمیشود. میخواستم دانم که در همین جاده نویسندگی، در همین جاده شعرنویسی به شما اولین استادی که شعرهای شما را تحلیل میکرد، برای این کار برای شما یاری میداد کیست؟ وقتی که خصوصا همین پیشه ایجادکاری، همین من ایجادکار هیچ وقت به راهنما به استاد به جایی نمیرسد، چون که باید استاد اونا در همین یک بیند به حاتیت ایجادیاتو به کجا موفق میشد یا نمیشد، یا که آیندهش تا چی درجه این روشن است، یا خلاصه استاد مصلحت میتید، استاد نظارت میکند، استاد به پیشروی و موفقیت و کمبودی تو را عموما تحلیل و تکمیل میتید. بنابر همین ما داشتیم خوشبختانه وقتی ما همین در شهر ما یک شاعر خوب بود، شادروان میرزا فیضعلی، شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه عبدالله رودکی، در شهرمان در همون روزنامه جانشین محرر بودند. و من وقتی که تو به اون کس تو به درگاه همون روزنامه راه یافتم و با اون کس آشنایی پیدا کردم، اون کس دامنی من دست دادم و دیگر دامنش سر ندادم و استادم بسیار میبیند و استادم میبیند اگر تو در تو یک امید هست، کوشش هست، خواهی نخواهی به تربیت تو مشغول بشد بهتر. و استادم گفت که همین خیل و یک انتخاب کردی تو را من همچون شاگرد انتخاب میکنم و بسیار یاردم میکرد، دستی من رو میگرفت، شعرهای اولین من رو به یک قالب می آوردن. خیلی من استاد اولینم همون میرزا فیضعلی است. بله بینندگان عزیز، واقعا هم استاد مولانا فرموده است که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. واقعا هم برای مستحکم گردیدن دانش خود ما باید راهنما داشته باشیم. و مرحمت می گفتید که چی سبب گشت که شما در برابر نوشتن شعرهای شوق‌آور و جالب و نوشتن حکایه رسام چیره دست زدید؟ من خواهر جانم از اول می نوشتم، برای بچه ها شعر می نوشتم، بعد گاه حکایه می نوشتم. وقتی که حکایه رو می نوشتم بعضی ها پیشکش می کردم به اهل ادب و استادا و یا می گفتن که این من از این چیز دست نکشید،
نویسید و ادیب همین است. ادیب یک نخل است، یک درخت است و باید میوه هاش همین خیلی میوه ها داشته باشد که بچه ها هم دسترس باشد، کلانا هم دسترس باشد و اون کس نثر با نثر شوق دارد خواندنش با او هم دسترس باشد. خلاصه چیزی خوب، لیکن چیزی خوب نوشتن در کار. خیلی چیزی که بعد شعرم نثرم همش نیمکاره ماند و به جایی نرسی. بنابراین من کم می نویسم حکایت، لیکن می نویسم و یکی از زمانه همین رسام چیره‌دست بود که خیلی انتخاب شد. من یک تشکیلات بین‌المللی اینا به نشر رساند و به کتاب خود دارا دسترس کردم. تشکر است. خب مرحمت. شما می توانید کمی درباره کودکیتان نقل کنید؟ ده ولی خوش دارد، خصوصیت‌های خاصی خوش دارد. کوچه‌های خاکی، پای لوچ، بالا رو دویدن، بروی خار و خس دویدن. باز چی است؟ از قفای مال و پاده شدن. بگه مال میبیاد برفته گوسفند و بوزه بیارید، گوه بیارید. من کودکی ما همین خیلی گذشت خواهر جانم. لیکن یک چیز است که این بسیار یک سوال خوب است. یک چیز است که با وجود انمو قدر زندگی شهر ده دشوار بود. چون باید همه در اونجا حرکت داشته باشد، خاک خورد و بزرگ که اونجا زندگی کنید. با وجود همون از مکتب ما دور نمیموندیم. پدر و مادر ما همین یک کار بسیار در حق ما کار ثواب کردیشون همین بود که اونها ما را کوشش میکردن در چه حالت نباشیم از مکتب یک دقیقه دیر نمونیم. و همین بعد اخیراً فهمیدم که تو مکش پای زی مکتب گرد انسان شدن است سبب تربیت عالم انسان مکتب. همین وقتی که خواندم بزرگ شدم میفهمم این یک بزرگوت است. گفتم کسی که میخواد انسانی بزرگ شود، انسانی خوب شود و من آدم شود باید مکتب پای نکشد، مکتب به جان و دلش دوست دارد. بله. خب مرحمت. استاد شما در کودکیتان با چی کار مشغول میشدید؟ در کودکی ما بیشتر در همون دهه که بودیم کار ما چی بود بچه جان؟ بازی کم بود مادا. برای چی کم بود؟ چونکه باز میگم کارهای زندگی از قفای مال میشدیم، از قفای آوردن یک هیزو میشدیم. وقتی که دستیار میگفتیم پدر و مادر ما اونا خودشون دهقان بودن و به کار خودشون مشغول بودن، ما دستیاریمون بسیار تر بود لیکن بازی کم میکردیم. وقت میافتیم اگر بیشتر یک کتاب میخوندیم. وقتی کتاب من بیشتر کتاب میخوندم، بیشتر من همین روزنامه ها رو همون کوهستان هم میبردن و وقت ما روزنامه میگرفتم میخوندم، روزنامه ها رو وای میکردم در خود نگاه میداشتم. خلاصه کار ما بیشتر همین خواندن بودم اون وقت. در بابر همه کارهای زندگی که میکردیم خواندن بود. همین جوهری اساسی که ما را مثلا همچون از همین بعضی قفامانی ها پیش برد همین خواندن بود، مکتب بود. تشکر استاد. استاد هر نفر در حیات خود یک حادثه شده است که در حیاتش نقش بسته است. آیا در حیات شما یکون لحظه های خاطرمان هست که در حیاتتان نقش بسته باشد و همیشه برای خردسالان آن را نقل کنید؟ درست میگه برادر عزیز. یک چیز است که من حاضر از دهه خودم بسیار یاد کردم. بله. دهه‌ای که در اونجا کودکی من است تا 17 سالگی من در اونجا بودم و همین سال 2013 دهه من در یک زمین لرزه شد. دهه‌ای که در یک جای هموار به نسبت دیگر دهه‌های کوهستان پر از بین رفت. مردمش گرفتن آوردن دیگر جا با جایی که من زندگی میکنم همینجا کوچونده آوردن همشه. از دهه یکم چی نماند. همین از حادثه که از خاطر من هیچ که فراموش که دهه‌ای که من در اونجا تولد شدم و در اونجا به دنیا آمدم یکم چی از وی نشان نماند. همین حادثه که اومد بسیار علم آور است همین است. و من حتی از همین ده همینقدر که سالم دور بودم بعد گفتم که قشلاقه که من کوچه رفته تو دیوار و دری به کاه و گل سفته تو از آن همه بوده های تو در تو بیماند یک پشت عزیزانی ابد خفته تو. همین یک مزار مانده اونجا تمام دیگه هیچی نماند. برای همین من ده همه بسیار این واقعی که بسیار در خاطر من نقش مانده است همین است.
خوانندگان و خردسالان دانشمند شعردوست در اینجا جمع آمدن و از اشعار شما خیلی شعرها از بر کردن و این لحظه میخواهند که شعرها قرائت کنند. خب با هم میشنویم. پدر شد و مادر شد، خواهر شد و دادر شد، اکای ما پدر شد، صاحبی گل پسر شد. پدر جانم بابا شد، مادر جانم ماما شد، اما بیشد خواهرم، امک منو دادرم. احسن. پاره نام به دستم، لبی چشمه نشستم، در آبکی زلالش، در آبکی حلالش، نانکم رو تر کردم، به خوردنش سر کردم، هی با اشتها خوردم، گویا که حلوا خوردم. سلاح پرتاییم. با امان بازی کردیم، ما کمان بازی کردیم، بیبی اینجا گذر کرد، ایستاد و یک نظر کرد، گفتا به ما چی بازی است؟ آ بازی دیگر نیست، عالم که در فغان است، از دست این کمان است، ما از کمین بجستیم، با هم کمان شکستیم، گفتیم زنده بادا صلح و صفای دنیا، عالم مدام امان باد، بی تیر و بی کمان باد، بیبی جانم آمین گفت، پس به ما آفرین گفت. احسن. بیبیم از توی آمد، لب لبکی جوی آمد، راهی لبی جوی باریک، راه به مثل مبارک، بیبیم به پروا آمد، برابری ما آمد، بیبیم که سبغا دارد، چندین متکا دارد. آفرین آفرین. احسن. مرامت. بولینی ببها اینجا بیا شایسته، آهسته آهسته، بیا تو از راغی در، به خانه بین ما نظر، ببین تمنا خوب است، بالینش از کتاب است، بالینی ببهایش، کتابی الف بایش. تشکر. احسن. مورچه دانه آورد، دانه به خانه آورد، دانه بسا کلام بود، یک دانه گرم بود، مادر که دانه رو دید، از کاری بچه رنجید، گفتم تو را به تکرار، باری گران نبردار، هر بار که گران است، رنج و عذاب از آن است، ای بچه جانی نادان، نادانی بهتر از جان، دانه برای جان است، نه جان برای دان است. تشکر. خب مرامت. اوچه گوشم میخورد، برف و بارون میبارد، چی میگویی اسا جان؟ حالا فصلی تابستان، گرچه گوشت میخورد، برف و بارون نبارد، برف و بارون نبارد، پس بهر چی میخورد؟ هر که شستشوی گوش، اگر کند فراموش، گوشش 100 روز هم خورد، برف و بارون نبارد. واقعا هم هنگام مطالعه کردن اشعار شما ما در آنجا پی بردیم که شما شعرهای هجوی نیز ایجاد میکنید. من میخواستم که از زبان شما یک چند تا شعر هجویتون رو شنوم. تشکر. من برای بچه هایی که شما البته این گروهی که اینجا جمع شدن، این از زمان شمار بچه های فعالن. بله. بچه های فعالن، اینا قابلن. من میدونم، باز میگم که هم اینا قریب غالب آزمونی همین فروغ صوفی دانایی هستن. من با اینا روبرو بودم، اینا رو پرسیدم و یک چیز که بسیاری بچه های ما به قدر این چیزا نمیرسند، به قدر مکتب، به قدر از خود کرده علم دانش نمیرسند و آنها آینده خور میشوند. و به همین خاطر شعر گفتم. حاضر من همینجا یک شعر میخونم شما ده با نام توبه. در پشت دیوار در جای تنگ، دین بیگاه شد های سمک جنگ، از دو طرف ما او را بگفتیم، خوب یک دیگر را با سمکه کوفتیم. گویا در آنجا شد روزی محشر، و زیر پا شد کتاب و دفتر. یک موسفیدک ما را صدا کرد، هر دو طرف را از هم جدا کرد. به زیر دندان بنهاده او لب، گفتا با افسوس 100 حیف مکتب.
ای به ادب ها او این چی کار است؟ اگر چنین است آینده خواری است. کی می شود خوار؟ ما توبه کردیم بابا جان 100 بار. اکنون برای جفت شدنش یک دیگه میخونم. بدبختی برای بچه ها. روزی که چتاقلی مکتب نآید اگر، باشد به ما همان روز از همه روزی بهتر. آسوده ماند آن روز همه کس و همه چیز، هم دفتر و هم کتاب، تخته و کرسی و میز. نمیکشد یگان کس بندی موی کسی را، نمیکند به ناخن کسی روی کسی را. هر کسی را ببینی او خوشنود و خندان است، همه کس را شکرانه از نبودنی آن است. بدبختی از این بیش کس را نباشد دیگر، نبودنش را دانند از بودنی او بهتر. انما آدم بدبخته که نبودنش ای بودنش بهتر میدانند. برای همین شما چتاقلی برین نشوید بچه های خوب شوید. بینندگان عزیز، برنامه ما ادامه دارد و ببینید این کودکان نورسانی که در برنامه ما اشتراک دارند الکی همهشان اشتراکچی عثمانی جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است میباشند و از خوردی حالا خورد هستند، ذوق بلند ایجادکاری دارند و شعرها ایجاد میکنند البته. و استاد بیاید ما یک چند شعری بچگانه اینها رو میبینیم، شعرهای شاگردانه اینها رو میبینیم و شما بهای خود را نسبت ایجاد شعرشان گذارید. مرحمت. تاجیکم از تاجیکستان، تاج بر سر تاج بردار، تاج را بر سر نهادم باشم بر این من سزاوار. تاج و تختی تاجیکانه، اطلس و ادرز یگانه، در دلم باشد ترانه جاویدانه جاویدانه. فخرم از این تاجداری، تاجیک و تاجیک زبانی، باشم من با تاجیکستان تا ابد تا جاویدانی. تشکر تشکر. نغز یک دو جای وزن کمتر سکته دارد و با وای میکنی. استاد داری در مکتب؟ میخواستم براتون یک شعر هجوی و تخیلی خیش را قرائت نمایم. بود نبود شهرکی بود، در نستی بحرکی بود، نامی آن افسانه بود، زمینش از شانه بود، خانه ها از کلچه قند، بحر مایان بود پیسند، جویهای آن از شربت، خورسندی باشد فقط، آبهایش از شکلات، انسانی نباشد بد، مکتبهایش از صابون، بویهای خوش گوناگون، کتابها از طلااند، زیبا و پرجلواند، امارتها زمرودین، چقدر خواهی ببین. در همان شهر کلان نامی همه آدمان تنها با حرفی ا است، ملیکشان ال است. یکی اند و یکی انگ سرد می شود گرنگ، دیگری انداریوم هرگاه می باشد بیدوم، انیسه و الیسه دوی می کنند قصه، شخصی نامش ارسطو دوستداری هر پرستو. آخر گفتم خود به خود کاش این خیال نمی بود، با این خیال شیرین درس هم تمام شد است بین. آخر 2.5 ساعت با خیال کردم راحت، در خونه با این کارم زیبی شلاق دارم. احسن. بابا جونی من سروری کشور، ندارد دنیا این چونین سرور. بخورد و کلان او مهربان است، در جسم وطن مانند جان است. چه شعر خوب، شعر تحریر خورده خشرو. نغز. احسن. بیبی جانی زیبایم، بیبی قصه گویم، گوش کنم قصه هایت، قصه های زیبایت. نغز میشه. فقط کوشش کنید آموزید، بیشتر آموختن در کار در سین سال شما آینده موفق میشید. افسانه. دارم من یک دوگانه، نامش باشد افسانه، افسانه خوش چقچق در را می کند تق تق، ثانی آن را کشاید با اجازت درآید، آدابی او بلند است به هر خواننده پند است. نغز. این شعر سالم است.
شما از کودکی یگان کسب دیگر رو انتخاب کردن نمیخواستید؟ در کودکی بسیار کسب میخواهی. همین کودک ها حاضر میخوان یک تاش چی شود، یک تاش میخواد معلم شود، یک تاش میخواد دکتر شود، یک تاش میخواد این کسب ها رو ما میخواستیم. وقتی که آیسته آیسته وای میشد خودش همون تو رو از بحر کلام کاری ساختند، مهری اون رو در دلت انداختند، همون کس شما رو میکشد میبرد، همون طرف به من کلام میروید. بنابراین ما داشتیم آرزوی دیگر کسب هم داشتیم، لیکن نکن همین وای طرف معلمی رفتیم. استاد شما با ما یه لطیفه میگوید؟ یک دو لطیفه خواهش کردم. لطیفه ها بسیار است. اگر لطیفه گفتن در که از حیات بچه ها باشد، لطیفه حیات بچه ها همین است که در درس جغرافیا معلم میگه که کی امریکا رو نشون میدهد از خریطه. احمد میبراید امریکا رو نشون میدهد، من این خطه امریکا. انا کنون بچه ها کی گپ میزند کی همین کشف امریکا، کی امریکا رو کشف کرده است؟ یک بچه دیگر دست بالا میکرد میخیزد میگه که احمد کشف کرده. بسیار میخواستم که با شما صحبت جالب ساعتها هم صحبت کنم، ولی متاسفانه وقتی که برای برنامه ما جدا شده است با آخر رسیده شده است و این لحظه از شما خواهش میکنیم که بهر همین کودکان کتاب دوست و ایجادکار توصیه و مصلحت بدهید تا آیندهشان درخشان شود و در راه زندگی همچون مثل شما یک شاعری نامدار، یک نویسنده نامدار شوند. تشکر. ما در اینجا دیدیم در همین شخصی همین خواهر که دادار کنم که اینا بسیار فعالند و دائما در همین مردم میبینم آزمونات شرکت می‌ورزند و می‌ورزند. من به تمامی بچه‌های جمهوری مراجعه میکنم اگر شما یک چیز دقت دهید، همین سروری دولت ملحت ها در هر یک برآمدشان اگر شما بینید در هر کجای خود در شهر و ناحیه باشد یا در دیگر جا فقط یک چیز مراجعه میکند، تاکید میکند به پدر و مادر ها، بچه ها و به شما که با آموختن علم و هنر کمر بندید. به علم و دانش و هنر هیچ کس خوشبخت نمی شود و برای خلق و وطنش خدمت کردن نمیتواند. یگانه چیزی که برای خلق و وطن خدمت میکنی و اون را در این موفق میگرداند و سربلند و نامور میگرداند این علم و دانش، یعنی علم و دانش و هنر است. بنابر همین خواهش من همین است، خواهشی و فکرم تمامی اهل جامعه همین است که آینده ما نسل وی باشد با سواد و با علم و دانش باشد. خصوصا شما در شخص شما همسین سالای شما برادراتان بسیار باز میگم که خوانید باز خوانید. اگر کتاب دوست میداری و همه چیز همین چیزی که برای تو برای خوشبختی تو ضرورت است اونا البته به دست میاری. و همین من حضرت صاحب جو گفته است که صاحب مطلب روی دل از کس که در این عهد روی که نگردد زی کسی روی کتاب است. بنابراین به همتون موفقیت در طلب علم و دانش و به این دستاندرکارانی که این برنامه این روزه را در اینجا روی کار میارند و پیشکش تماشابینان میگردانند، هم به اهل ایجاد تلویزیون بهارستان و خصوص به کتابخانه ملی و شبه بچه ها اظهار منتداری می نمایم و چنین سلسله ها رو دوام داده باید به نفع ما و شما است، به نفع آینده ما است، یعنی بلند بررسی حس خودشناسی ما است و همتون صحت و سلامت و موفق باشید. تشکر استاد، تشکر. بینندگان عزیز، یادآور میشم که برنامه در صحبت ادیب از پیشنهادی شما
طریق تلویزیون بهارستان در همکاری با کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان. و در اینجا ما میرسیم به فرجام برنامه در صحبت ادب و با استادی عزیز که در برنامه ما اشتراک ورزیدن سپاسی به اندازه خود را میرسانیم و به همه شما سلامتی و سربلندی خواهان هستیم و در هر کجای نباشید، در هر گوشه و کنار جمهوری نباشید، پس همیشه کتابخوان و کتاب دوست باشید. خیر.